مسلمان نباید محزون باشد، نباید غمگین باشد، نباید مسلمان پژمرده باشد، نباید مسلمان مایوس باشد، نباید مسلمان ناامید باشد. وقت خدای آسمان ها و زمین بر ما میگه بنده ام، تا وقتی که توکلید، اعتقادید، باورید، یقینید نسبت به من هست، نباید غمگین بشید، نباید سست بشید، نباید مایوس بشید، نباید پژمرده بشید. در حالی که خداوند میگه مسلمان نباید غم بخوره. چرا باید غمگین باشی؟ وقتی تو به این عقیده و باور باشه که امور به دست خداوند است، اوست سلطان هر چه خواهد آن کند، عالمی را در دمی ویران کند. و ما تسقط من ورقه، برگ از درخت نمیافتد مگر اینکه خبر دارد از او علیم است، میداند، او سمیع است، میشنود، او خبیر است، خبر دارد، او علیم بذات الصدور است، از دل و نیت و فکر و اندیشی تو میداند که تو چی فکر و باور داری. پس چرا باید غمگین باشی؟ چرا باید محزون باشی؟